مسلمانی که میگه من به سیاست غرض ندارم کلمه لا اله الا الله را نمیفهمه. نگوین که به سیاست غرض ندارم. مسلمانی که میگه من سیاسی نیستم هیچ مسلمان نیست. لا اله نیست هیچ اله. اله کی است؟ رب کی است؟ کسی است که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. این گپ من نیست. این گپ من نیست که در تلویزیون های امریکا بعضی از دجال ها و بعضی احمق ها در سایت های اینترنتی میخیزه که این اندیشی استادایی چی کار است؟ این اندیشی من نیست. این تفسیر رسول الله است که از قرآن کرده. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. احبار جمع حبر است. حبر عالم میگن. رهبان گوشه‌نشینا و صوفی هستند. گفت اتخذوا گرفتن نصرانی ها علمای خدا و متصوفین خدا ارباب جمع رب است، یعنی خدای خود گرفتن، رب بر خود ساختن. وقتی که آیت شریفه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تلاوت میکرد، عدی ابن حاتم یک صحابی مبارک بود که اصلانش نصرانی کریستیان بود. این گفت یا رسول الله، ببینین فهم کلمه را. امروز بسیاری کسایی که فهم غلط از دین دارن فکر میکنن که اسلام یعنی فقط نماز، یعنی سجده. نه خیر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برش گفت یا رسول الله، ما خو علمای خدا و متصوفین خدا سجده نمی کردیم. ما سجده نمی کردیم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برش گفت که وقتی که حلال الله را حرام می ساختن و حرام الله را حلال می ساختن، شما از اونا مطابقت می کردین؟ بله این کار می کردین. خلاص این نیست عبادت. یک نفر مرتد، یکی مرتد است عقدی، که مرتد سیاسی است. ارتداد سیاسی چی را میگه؟ که بغیر از قانون الله قانون غیر الله را کس تطبیق بکنه. دموکراسی 4 اصل داره. زمینی بودن قانون. قانون باید چی باشه؟ زمینی باشه. عدم موجودیت معیار مطلق، ارزش مطلق وجود نداره. یعنی حلال و حرام وجود نداره. جایز و ناجایز وجود نداره. پارلمان است که برای ما تعیین میکنه که چی حلال است چی حرام. از این خاطر بعض علمایی که میگن که دموکراسی کفر است، به خاطر اینمی اندیشه دموکراسی است که میگه قانون باید چی باشه. شما دموکراسی را از خرزابتا نگیرین، از جنرالای دموکراسی، از سارتر بگیرین، از مارکس بگیرین، از جان ژاک روسو، کسایی که اندیشه دموکراسی را گذاشتن، از نظریات از اونا بگیرین که اونا میگن که ما به قانون آسمانی کافر شدیم و وقتی که انقلاب فرانسه شد گفت باید قانون زمینی باشه. پس وقتی که لا اله الا الله نفی میکنه که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا الله، چطور مسلمان جرأت میکنه که باز میگه من سیاسی نیستم؟ سیاست چی هست؟ رول اف لا، حاکمیت قانون است. که قانون، حاکمیت قانون کی باشه؟ لا اله الا الله میگه که حاکمیت قانون الله باشه. ولله ملک السماوات والارض ان الحکم الا لله.